السلام عليكم يعني الله على محمد سلام عرضی اعلی اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما عرض شود این پنل که ساخته شده مخصوص نانوایی ساخته شده، همه چیز حساب شده، چرخایی که داره چرخهای ترمز داره، ورق داخل تنور ورق 1.25 مشعلی که تعبیه شده همه حساب شده. این دردی که داره استفاده کار میکنه گردین این وسط قفل میکنه. شمشی که استفاده شده شمش توپر پروتئینی همه چیزی هم این تنور اگه درست استفاده کنن سالهای سال 20 سال 40 سال کار میکنه. خیال راحت بشه بشه که درست استفاده کنن. و محیطی هم که میخواد برای این تنور برای نانوایی محیطی بزرگ میخواد. حداقل یه تنور تو 50 متر نباشه. یه تنور تو محیط 50 متر. یا نه یه جای فضای کوچیک بذارن. اون دیگه کسی هم که میخواد با این تنور کار کنه استفاده کنه باید کسی باشه که تجربه داشته باشه نسبت به استفاده که میخواد از تنور ببره. بره داخل تنور مشعل پلوپدیه، اون کلاه که اضافه شده، اون طوق اضافه شده، یعنی همه چیز محاسبه شده و همه چیز کیفیت خیلی خوبی داره. فقط درست استفاده کردن مهمه که این تنور سالهای سال کار میکنه.